وضعیت امروزه جهان به نهایت در حالت گویم وخیم است. یعنی یک وضعیتی است که امروز کشورها میان کشورها جنگ اطلاعاتی به نهایت در سطح بلند صورت گرفته ایستاده است و یک بار اگر شخصی دوراندیش بنگرد به وضعیت قزاقستان، به وضعیت افغانستان، خوب درک میکند که مردم عادی اونجا، مردم اهالی آسایشته اونجا چقدر عذاب میکشند از اون ناآرامی هایی که در این کشورها شده ایستاده است. و من امیدوار هستم که هر یک فردی تاجیک این را درک میکند، احساس میکند، از طریق واسطه اخبار عامه این را تماشا میکند و به یک خلاصه میآید که باید این ناآرامی هایی که در آن کشورها شده ایستاده است، باید هر یک فرد تاجیکستان، هر یک شهروند عادی کوشش کند که همین گونه ناآرامی که ابتدای سالهای 90 شهد این گونه ناآرامی را ما چشیده بودیم، بار دیگر در کشور آباد و آرام و آسوده ما رخ ندهد.